انقدر برای سید علی خراب شده که حتی حکم اعدامش از طرف آخوندها صادر شد. صدور حکم قتل علی خامنه‌ای در دادگاه اسلامی توسط یک مدرس حوزه علمیه. به نام خدا، من آرش هنرور شجاعی به عنوان روحانی که بیش از 20 سال رو در حوزه علمیه گذراندم و دارای اجتهاد مطلق هستم و در دانشگاه هم حقوق تحصیل کردم، طبق همون موازین حقوقی و فقهی در پیشگاه ملت ایران و در دادگاه قرآن، انسان و ایران، رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای رو به خاطر جرائم متعددی که انجام داده، به خاطر افساد فی الارض، به خاطر ریخته شدن خون بیگناهان بسیاری در ایران زمین و به خاطر اینکه بزرگترین دشمن اسلام، انسان و ایران هستش و اونها رو سرکوب و تحقیر کرده، محظورالدم اعلام و به اعدام محکوم میکنم. و هر کسی که خون انسان رو بریزه بریء الذمه و نزد خداوند مأجوره. امید روزی که این حکم اجرا بشه. این صرفا قرائت حکم بود و ادله تفصیلی این حکم رو به زودی بیان خواهم کرد.